14 ماه نو دستمال پرگل به 14 ماه دروغ نگو بوده من بیم چاکن خودی به چایه خب به تو چی که به چایه تو فیلیری چیه؟ لاف کنه سرقی تو سر بیاد یا کنه بیاد بخون تو خودی کله گنده که گفت میگیری بیا اینجا میشه تو جنگ کنم بفتی به ترجیح بفتی با تو چه؟ تو چی کار داری؟ تو چی گفت میگیری چاکن به چایه خب راست میگم خود تو چی خبر داری که ما به چایو من همین تو خبر دارم که چاکن به چای آخری خود تو چی به تو خود چی چاکن آخری به چایه با تو چی رفتی داره خود تو چه من به تو میگم ما به کی میگی به همه میگی به من میگی دیگه ما اون تو یک به همین کوچه ای به همین کوچه باشی دیگه مگرم گپ به سر تو سوز کنه ایلا گپ مفتادی که با خدا تو به همین کوچه فرش زمین بگی تو غیرت هانه مگه غیرت داری سکو ها آنه تو لازم این زمین نازل و سر می درخت ها آنه دیگه جیگ نزنی بگو من چاکنم آخری به چایم گپ مفتادی که با خدا شوش گیرادش بگو من چایم به چایم بگو تو به چای خودی تو به چایی گپ مردی پیشیا تو چی که من پیش مردی پیشیا برو گیلا خود خودی که کوچه تو مردی پیشیا چوکو بچارکو تو مردی پیشیا علی پیش آماده الی استر برو الی استاد حال مردی پیشیا علی دوباره پیش آماده برو برگشی بزن خود خونه داره بیده سویدی باش برو دیگه گپ مفتادی برو چاکن آخر خود به چایه خب تو چی؟ به تو چه؟ به تو گفتم تو به خیلی خوچی جاکن جلوتر تچا بفتی تو به تچا بفتکی بفتی ببینی دلال من نگی فقط بزی میگم با همه مردم قلم میگم برو بگو دست تو آزاد داده چاکن به چایه خودی وقت خبرکن یا با چاکن بد داره چاکن آخر به چایه برو تو خبر بکن خب برنگ تو شد آخر همین کارا ما هم بگی بسه همین که افشا میشه آخر همین مردم خبر میشه برو لازم خور برا هیچ چی نمیفهمم با کارا چاکن آخر خود به چایه یه چی گفتی؟ بله چی گفتی من نفهمیدم چی گفتم؟ من اختلاط چی گفتی؟ خدا خواهی اختلاط میکنم میگم چاکن آخر به چایه این کار با تو چی ربطی داره؟ چره؟ میگم این کار با تو چی ربطی داره؟ تو خیسیت کجیری داری؟ میگم من شما مردم همین قلعه پرسان کنم از شما پرسان کنم هر کاری من به همین قلعه میکنم با شما چی ربطی داره؟ که تو میای پیش متیر میشی میگی چاکن آخری با چایه ما با تو گفتم با چا میفتکم ما میفتکم چی کار داریم شما که خورما داخل میکنه؟ خب من برای تو گفتم آدم گنده به همین تعمی قلکینه بغیر از من دگه نفری هم هسته به چی کار ما کار ندارم خود تو چاکانی خودی کله گنده خو چاکن نیو آدم گنده میگم به داخل همین قلعه منو به هر کاری ما کار دارم به راه رفتن مرتکه کار دارم به خرسوار شدن مرتکه کار دارم به شیشتن مرتکه کار دارم به بخستان مرتکه کار دارم به هر کاری ما کار دارم تو چی کار داری که میام جابش بچی میشی زنم بند باشه نیلی لاگه من برای تو گفتم بشم همال که تیر شدی همی گپ به من میزنی با میگی گردن به من باشه تلیم میدی آدم کلونه با خدا اگه می چی باور نکرده به تو یک موقع مادر تو سوناتو چرک کنه به چی؟ به چی؟ که به تو بفهمونو گپ زدن خورازی بعد بفهم اپیش به تیر میشی چوب بی صدا برو تیر شو یک آی منه تو سیکو چی چسوارکی بود؟ گناه داره اون موچه چسوارکی با کجا بود اگه مدی بکشی فقط میگی خورداده تو که برو دگه نگی گپ به تو میگو چاکن بگو هیچی نگی اصلا نگو چاکن به چای نه همه مردم نمیفهمم که ما گنده ام به تعمی قله هم که تو می گپ ولا کنی اگه تو گندی ما با تو بگفتم که تو آدم گندی اعمال از پیش متیر شده میگم بگو تو چاکن خودی به چایه خب آدم گنده آخر میگم خودی به تا چایه ما که گندی آخر به تا چایم دیگه تو اعمال من افشا کردی که من میفتم به تا چام میمور دیگه نگی گپ به تو میگم چی بردم یامه برادر همین هر کاری بهم تعمیدی میشی خبر میشه من نمیفهم هیچ تا آدمیه این چی رقمه چاکن خودی به چایه تو سبب کن چاکن خودی به چایه 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 چاکن خودی به چایه
تر لا 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 چاکن آخری خود به چایه چاکن آخری به چایه چی؟ چاکن آخری خود به چایه با تو چی به چایه؟ با تو چی؟ با تو چی تو رفتی؟ چه کاره ای؟ من رفتی در باغچه سرامونه در باغچه سراشمونه اختیار خورده چه در سرامونه باغچه در سراشمونه کسی و باغچه در سراشمونه این در زبون نداره که خودتو گپ زنه ما آدمی بدون از پیش تو تیر شدم می گپ رو میگفتی چه ریت میگی شریط میگی همیتونه میگم 100 مغلیتی و 100 به امیندازی و 100 خرابکاری به تعمیدی تو داری سادی بیاقل کسی به تو نمیگه چاکن خوده به چایه ما که هیچ کار نکردیم برای خود راسته میریم و میاییم به من میگی چاکن خوده به چایه خب چرا تو اگه کاری نکردی دا شرف خود میکنی دا شرف خورازی میکنم که مرتکه میگه امو کار نکنی به زبون یلبه ایله آدم بیا به مفتزم من یلبه یلیم خیلی آدم مهمی اشتنیم به خدا تو بدم نظر خود خومیه بدم نظر برار 10 ساله خونه میه پس تو خواهد چه از مال تا به سبان مازدگرن که به تو نگم تو می گپ بخور میگی مگر ایخان پیار تور بگیرم از گوش پیار تو تیر کنم بگم بچه خور بفهمونه چی بفهمونه آلده بفهمونه اگه تور نمیفهمونه با من آلده تور به زبون نبد دست پالده تور بزنم شلکور کنم بفهمونه زور پیال ما میکشه که من بفهمونه خود زور مکو میکشه مکو به تو تن نمیدم میدم خب یکی لگیونه غیرتی نه تو یکی غیرتی غیرتی مردی بیا که تو مثل که گیر بس به این کن بوکس تو ما بوکس که می. جیره به یک رقم فکر کردی چی؟ تو که جیره ایتا به خودی هم بیخ تو بیشتر از این کلانتری 2 کیلو هم از این بیشتری تو چه قدر از این معمال گسالار بر میدارم از سر جایم عقل کمال از کجا برمیداری من خونه پیشون سرا خب مرگ خونه پیشون سرا خود مرگ دیگه خونه کار نزدی ندید. که اگه یک چهارتای عطا میدی بشنوه می قلبه همی رمضان یاد تو چاکنی با خوبی خودی چاکن به چای آوردم به زبون خوش به تو میگم برارمه همی گپ زدن خور تا بالا بفهم که کی به کی تو میگی، کی چاکنی حالی بیا من دیگه تو لیلا و کجیر بالا شیشتی میگی. بخور اصلا من کلوخ شیری همی گپ نزن همی گپ خوبه بم زبون خوش میفهمی چوب کن خوبه تو با این رقم هم بازم نمیفهمی مگه برون پیار تو ببینم بفهمیدی از سر گوشی تیر کنم بابا تو یاد آره من رفتم با اقدام دوباره تکرار نشه که با تو بخونی تو به در چاکن نمیگم کلوخ شیری عجل تو برسی تو نگه تیم کلوخ شیری بیا از این مغز سر نداری کافور مغزا سر تو بیرون نکنم همینجی یاره ما چون ما چی رقم آدما بدون که خودی شما سر کار گرفتید سر نه نمیده شب میگه چاکن آخر خود به چایه سلام علیکم سلام علیکم سلامت خوب شما بدید ماما جو ماما خیلیت بود این بچه ساده خود بفهمونیم دم باختی شما استاده از اون ارا تیر میشم ما به هیچی هم نگفتم میگه چاکن خود به چای ما خود تا حال شکر به تعمیدی هیچ کاری نکردیم که کسی از دست ما برزاق شده باشه همین آدم ساده میگه میگه یک 4 تا مثل خود آدمان نافهمی اگه بشنه میگه البته امیر رمضان مثلا یک کار به تعمیدی بکرده الان این خبر شده یک سر راز الفاش میکنه بکو همین بچه خود بفهمونیم بگیم همسایه زری به این اندازه نیه دیگه بکو همسایه آزار نیه همه ساده من میفهم که ساده بفهمیدین ما یک اختلاطی بود ما و مادر از این اختلاط میکردیم گفتیم که چاکن آخری به چایه این از قدیمه از پیش از این 50 سال پیش 60 سال پیش یعنی که اختلاطی بود میفهمم که قدیمه خو همین معنی همین چاکن خودی به چایه یعنی آدمی که خلافکار باشه یا آدم دوست دقل باشه آخر راز فاش میشه آخر خودی به بلا میفته او یک اختلاطی بود ما مادر از یعنی که اختلاط بالا ما از آدم خلافکار آدم دوست میگفتیم که چاکن خودی به چایه یعنی به هر کس که چای بکنه نمیفته که خودی میفته که بکنه حالی هم ساده به کوچه بیری شدنی به ده نزیفتن یعنی به شما نگفته ای گفته شما از خونه شیم او گپی همون تو بمرا میره و میگه چاکن به چایه چاکن به چایه این گپی شما باید ناراحت نشیم دق نشیم او همون تو کم ساده همین گپ به ده نفتاده الان دلی که بخونه همون تو میگه شما دق نشیم او شما نگفته کاکا
پس این از زبونی شما شنیده بودی این گپه؟ بله یا ما هم تا اختلاطی بود بالا مادر گفته که چاکن باز بچه اونجا خودی ما جنجال هم بکردم نه. گفتم میخوان پیاتر میگیرم که پیاتو جلوتر بگیره اگه جلوتر نگیره من جلوتر حل میگیرم. نه شما هیچ وقت حساب خود خراب نکنید بابا و شما اصلا به شما نگفته ربطی به شما نداره به همین خاطر دی این گپ به همین دی نداره راست میگه. هیچ خیلی کس ببخشید نداره. موضوع. معذرت خواهی کنیم از طرف من به تو چیزی نمیگم ما گفتم حتما میمیت گپ نه 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 هیچ وقت ناراحت نشید هم خود خوب بیتی تیار کرده همینطور میگه دیگه هیچ وقت خیره باشه شما ببخش شما بریم چاشت ما زنده باشه یا سلام باشه. دیخ نشین نه زنده تو هم باشه. تا کم ساده تره